بانک یا صندوق درآمد ثابت؟ صندوق درآمد ثابت. چرا؟ سود بانکی تا 23%، اما صندوق‌ها میتونن تا 36% بهتون سود بدن. کدومو بخریم؟ لیستشو بهتون میگم. خوبی صندوق چیه؟ یکی از بهترین ویژگی‌هاشون اینه که نرخ شکست نداره. نرخ شکست چیه؟ نرخ شکست توی بانک‌ها هست. مثلا اگه سود بالاتری بخوام به شما بدن میگن که سپرده شما باید چند ماه بمونه و نمیتونید بهش دست بزنید، ولی توی بورس و صندوق‌های بورسی اینو نداریم و روزانه سود میدن. کدوم صندوق‌ها مطمئن‌ترن؟ صندوق‌هایی که روی دارایی‌های با ثبات بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنن، مثل اوراق مشارکت دولتی یا شرکت‌های مختلف و سپرده‌های بانکی، تضمین سود بهتری دارن و رشد ملایم‌تری هم دارن، ولی خب ثبات بیشتری دارن. کدوم‌ها سود بیشتری دارن؟ بعضی از صندوق‌ها هستن که سودای خیلی بالایی دارن و تا 50% هم میتونن سود بدن، اما خب طبیعتاً ریسک بالاتری هم دارن و ممکنه یه جاهایی هم ضرر بدن. چه تضمینی دارین؟ صندوق‌ها تضمین‌های مختلفی دارن که بعضی از اونها ضامن نقد شوندگیشون بانکه، مثلا مثل این لیست، و بعضی دیگه کارگزاری‌ها اومدن و ضامن نقد شوندگی اینا شدن که اونها هم معتبرن. موقع خرید چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ چند تا نکته هست که خیلی مهمه. یکیش اینه که حتما حبابش رو چک بکنید، چون بعضی صندوق‌ها که مخصوصا اونایی که حجم کمتری دارن ممکنه حباب بگیرن. آیا کارمزد زیادی دارن؟ معمولا سود روز اول رو برای کارمزد در نظر میگیرن و عدد ناچیزی میشه، زیاد نیست. چطوری باید بخریم؟ راحته، کافیه که شما توی بورس ثبت نام بکنید، واریزه وجه بکنید و صندوق خودتون رو انتخاب بکنید. اما اگر میخواید که عملی بهتون توضیح بدم، یه استیکر زیر این ویدیو بذارید تا یه پست عملی توی استوریا بهتون بگم.